دوستان عزیز و تماشابینان شو برنامه آزمونی پروین، شماره آخرین دور دوم شو برنامه آزمونی پروین منظور شماست. بیاید میبینیم که امروز کدام اشتراکچیان به دور نهایی راحت مییابند. بیاید با آنها شناس شده از مهارت آنها آگاه میشویم. من رحیم فاروق خواننده مکتب صنعتی بانم دوستمراد علی فی ناحیه فیض‌آباد میباشم. امسال حجت‌های خود را با کالج صنعتی شهر دوشنبه به نام احمد بابخل آورده سپاریدم و کلی 3 ماه شد که در شعبه سرودخوانی اکادمی مشق و تمرین میکنند. سلام، خوش آمدید به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. رحمت. خب میگفتید که تیاری ها چگونه هستند؟ تیاری ها نقص است. طولی چند مدت است که سرودتان را مشق کردید؟ 2 ماه. خب ما وقتی شما را زیاد نمیگیریم، شما نخستین اشتراکچی هستید و شما را به صنعت دعوت کردید. خوش آمدید. السلام علیکم. من امروز در شو آزمون برنامه پروین سرود مادر میخونم که آهنگ میرزا شریف حیب‌الله شعر عثمان شریف صاحب. خامتی مادری بیچاره زمین بوس شده، چشمی او از پسی آینه چی بدآموز شده. حال و احوالی برا دیده دلم میسوزد با قلم آورمش وای قلم میسوزد با قلم آورمش وای قلم میسوزد. علم و رنج و عذابش و همین حال آمد، قامتی مثلی علیفش و خمیدال آمد. علم و رنج و عذابش و همین حال آمد، قامتی مثلی علیفش و خمیدال آمد. استخوان و رگ و جانش زی ستم میسوزد دستی لرزانه که او دیده دلم میسوزد، دستی لرزانه که او دیده دلم میسوزد. مادرم از غمی دل شعر و غزل میگوید، زندگی نامه تلخش چو عسل میگوید. مادرم از غمی دل شعر و غزل میگوید، زندگی نامه تلخش چو عسل میگوید.
لرزانکی و دیده دلم میسوزد دستی لرزانکی و دیده دلم میسوزد با قلم آورم اشوایی حالم سلام، قابل جان سالیف هستم، اشتراکچی شو آزمونی پروین، دانشجوی بخش چهارم کالج صنعتی شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف، نماینده از شهر نورک. سلام، خوش آمدید به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. سلام علیکم. خوب میگفتید چه خیلی که میدونیم رقیب شما لکه در صحنه برآمد کرد، میگفتید که هیجان چگونه است؟ راستی هر یک هنرمند وقتی که صحنه میبرد هیجان دارد، اما ما کوشش میکنیم که هیجان را از خود دور کنیم. خب تشکر زیاد، شما را لکه در صحنه انتظار هستند. سلامت باشید. تشکر. سرودی که عینی حال پیشکش شما میگردونم، سرود با نام محبت، شعر از امین جان شکوهی، آهنگ از آهنگسازی معروفی تاجیک استاد زیادالله شهیدی. Хорошо, что в сердце моем ты свой дом нашла. Звенит волна, в сердцах весна, из песни счастья жизнь моя полна. Звенит волна, в сердцах весна, из песни счастья жизнь моя полна. چشمی سیاهش کردم نزارم با یک چشمی سیاهش کردم نزارم نگاهش سینم را کرده پارم نگاهش سینم را کرد پارم موجی دریا چشمی دلها عمری
جان محبت. تشکر زیاد. ما سر میکنیم از فرخ جان، سرودی مادر، شعری عثمان شریف زاده. خب خیلی هم خوب اینو اجرا کردی. بعضی مثلا وقتی که همه فرایش از وی بود، از بالا مثلا از نوتای ادواری بالا و پایان کمتر اونجا با خیلی ناجیری های اونقدر با وی کلام نبود و به هر حال من نمیتونم گفته که وی خوب بود. برای همین باید کمتر جدی وی مخش میکردیم. در عموم سرود بسیار خیلی وی مثلا بهتر وی کردی. یک مثلا به شنونده رسانده توانستی. خوب بود. خب کمبودی را گفتم که وقتی که هم کمتر همون لغزش های جای آواز این اگر اصلاح کنی بهترین وی میشد. صدایت صدای بد نیست. سالی جان من یکم ایراد ندارم. سرود این سرودی از استادان بزرگی این در تمام مثلا من همین چاربینه هم سیاسی فرهنگی من هم بعضی فیلم های حجتی این صدا داده است. این دیگر موضوع. لیکن صدای شما باز هم که خب تمرین میخواهد، لیکن در اینجا در این سرایدن شما در وقتی من اجرای شما من ایراد نیافتم. از همین سبب در مد اول من آواز به شما میدهم به خاطری که سرودی عنعنوی بود. بسیار نالش های خشرو کرد فرخ جان. به هر دوی شما آواز میدهم. تشکر. اولا من بردباری میخوام به این جوانان، چون که در هر دوی آنها به گفتی اسمت الله جان علاقه با یک باوری در صحنه، یعنی که هرچند که به فکر من یک چقدر از سن سال فرق دارد، به هر حال فرخ جان هم یک کوشش غیرتی کرد با خوانش خود همون حسیات نسبت محبت محبت مادر را اظهار کرد. و در ترانه خواندگی سالی جان البته این قریب که نه فقط در تاجیکستان، قریب در تمام دنیا مشهور ترانه هست. در بسیار فستیوال کنسرت های روسیه من اینو شنیدم. من بسیار نازکانه یعنی اعتبار دادم. قریب که بگیم که قریب که بکمبودی خواند، قریب بکمبودی این هم باشد در آواز. به فکر من در آینده یک از آوازخوان‌های درخشان تاجیک باوری هست. بنابراین از خوانش چون ترانه مقدسی به دعوت مادر بزرگوار و توانست فرخ جان همون را اظهار کرده. بسیار در این سال به واسه مادر میخوانند و اون حسیات در آنها نیست. بنابراین من هم یک دیلانه به هر دینا آواز میتیم. فرخ جان و سالی جان، من از خواندن هر دوی شما قناعتمند هستم، چون خود مادر هستم. پیش نظرم اول مادری خودم آمد، رحمت. بسیار از تحت دل خواندید، کمتر هیجانم داشتید لیکن رسانده توانستید با گفتی استادای در همینجا نشسته. و سالی جان شما بسیار سرود معمولی قدیمه خواندید که در ژانر اکادمی است. در حقیقت یگان کمبودی نیست، فقط یک ایراد دارم. حافظان ژانر اکادمی نه تنها باید فقط آواز را نشان دهند و در شما باید حرکت های صحنوی باشد. میدونید خیلی دست ماندید، من طرز پوچمانی هم در شما و فرق دارد و البته چهره خوب و هر دوتون صحنه زیبید و با شما موفقیت در دور نهایی باز خوبتر تیاری بینید. آواز من به هر دوی شما. سلامت باشین. در حقیقت طوری که استادا ابراز داشتن هر دو هم جوانای خیلی ارزنده هستین و فکر میکنم که آینده صنعت و فرهنگ ملت در دست شما است و نامبردار این سرزمین خواهید شد
و امروز طوری که دو تا سرودی که ما از طرف شما شنیدیم مادر و محبت بسیار خوب اجرا کردید البته و من سوال داشتم فروخ با شما در شعبه عنعنوی میخونید یا اینکه در وکال در شعبه سرودخوانی اکادمی اکادمی. خیلشتان بله یگان سرودی وکال یعنی که آریا یا اینکه رامانس میتوانید اجرا کنید بله مرحمت کنید از غمیش کی تو روز ای سنا نیتی سیر و سیاحت میکنم میروم دریا به دریا سو به سو کرد آخر سیم بادی آرزو میروم دریا به دریا سو به سو کرد آخر سین بادی آرزو. تشکر. با زبان روسی، ایتالیایی، انگلیسی یگان سرود پیشنهاد کرده میتونید؟ نه نمیتونم. خوب خیلی افسوس چون که امروز توجه تمام مردم دنیا با صنعت ملی کشور ما البته خیلی زیاد است لیکن میسازد که ما جوانان امروز باز در برابر مثلا سرودهای تاجیکی اجرا کردنمون باید که حتما از عهده اجرای مانند سرودهای مشهور دنیوی یعنی که برآمده توانیم. و از این خاطر پیشنهاد میکردم که با استادان شما البته در وقت دانش آموختن در اونجا رپرتوار درسی شما است که در اونجا البته این رمانس ها و آریاهای مشهور دنیوی را البته پیشنهاد شما میکنن و شما در رپرتوار درسی خودتون البته در اونجا جا میشد و البته اجرا میکنید خدا خواهد. و من سوال داشتم با صالح جان طوری که شاهد گردیدیم شما هم همچون یک وکالیست شما امروز خودتون پیشنهاد سرودی خودتون پیشنهاد کردید محبت طوری که استادا گفتن سرودی خیلی مشهوری هست که نه فقط در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان خیلی معرفی گردیده است و در تمام فیلم ها هم فکر میکنم که علاقه این سرود صدا داد. خب و شما هم خیلی یک سوال داشتم که کنی یگان سرودی غیر از زبان تاجیکی پیشنهاد میکرده؟ آریای لنسکی از اپرای یوگنی انیگین. آریای لنسکی. بله. مرحمت. Куда вы удалились, весны мои, золотые дни? Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон, паду ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она. Все блага в бдения и сна приходит час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы приход. تشکر. فقط من اکسنت در اونجا شما با زبان روسی خوندید لیکن اکسنتش اکسنت تاجیکی است. کوشش کردن در کار که در آینده اکسنت توجه به همین اکسنت کردن در کار میشه. خیلی استادا با شما کار میکنن. خداوند باوری کامل دارم که شما آینده یک هنرمندای خیلی ورزیده تاجیکستان میگردید. سلامت باشید. رحمت. خب من به هر دوی شما برار میخواهم و از بس که شما نو آغاز کردید در همین جاده منم هر دوی شما را دستگیری میکنم که در آینده یعنی که با شما با یک آمادگی جدی مثلا در این برنامه اشتراک کرده توانید. برای کار شما
خب شما از برآمد خود راضی هستید؟ بله من قریب که از برآمد خود راضی هستم. کمبودی ها نیز بودند در من، ولی من خیلی خرسند هستم که هر دوی ما به دور نهایی گذشتیم و کوشش میکنیم که در دور سیوم با تیاری جدی بیاییم. دوباران از من هم ایراد گرفتن، چون که من از وقتی که از اوج فرامدن کمی فحش بود، از ما خاطر از من ایراد گرفتن و من میخوام که او را اصلاح کرده در دور سیوم نیز با موفقیت برآمد کنم. به شما موفقیت میخواهیم. سلامت باشید. به شما هم. سمندر، شما در روز مقرر شده به شو برنامه آزمونی پروین آمدن نتوانستید. شاید سببش را میگویید؟ من در شو آزمونی پروین از دور یکم به دور دوم رخصت یافتم. به سبب بیمارم آمدن نتوانستم. حالا که صحت هستم میخواهم که مهارت خودم را پیشکش دوران نمایم. باید گفت که دستاندرکارانی لایحه به شما شرطاً امتیاز دادند که به شو برنامه آزمونی پروین شرکت ورزید و اگر از جانب داوران بهای بلند گیرید به دور نهایی رخصت میبید. به شما برای کار. تشکر زیاد. سلام دورانان ارجمند. من سمندر حاجیف، خواننده مکتب موسیقی به نام محیدین امینزاده، امروز به شما سرود وطن که از غزل تغدل آهنگ منوچهر سلیمov است. مرحمت. ای وطن ای پاره نوری خدا، ای فروغ و عشق و معنای وفا، ای همه هستی و بود و بودنم، افتخاری ما تو هستی دایما، ای همه هستی و بود و بودنم، افتخاری ما تو هستی دایما. ای وطن جانان وطن، ای وطن جانان وطن. دامنی صحرا برایم جای نماز، راهی تو چون قسمتم چه بو فراز، در کف یک پاره سنگ از ذکری حق، حله های دستم علق بی نیاز. دامنی صحرا برایم جای نماز، راهی تو چون قسمتم چه بو فراز، در کف یک پاره سنگ از ذکری خلق، حله های دستم علق بی نیاز. ای وطن جانان وطن، ای وطن جانان وطن.
جانان وطن. تشکر سمنه جان. سلام از یک حسیاتی در گویم که در صحنه آزادانه ما حس کردیم. در خوانش البته یک چیزی که مقدسترین پس از مادر یعنی وطن این ترانه هستن که در الخصوص در سن سال شما این به حد در برنامه شما باید البته باشد و جدا کردن این ترانه هم خیلی هم بجا. در خوانش البته نبود، نمیگم کمبودی بود، لیکن من بیشتر به همون گویم که یک آزاد حس کردن خود در صحنه فقط میتوانم گفته که ها و در همون چهره خود این پسر بچه من میبینم که به فکرم اگر که در حقیقت هم از بالای کارهای ایجادی خود اگر کار کند دیده می شود که موفقیت ها به او یار خواهد شد. من هم میگم. سمندر جان بسیار سرودی نقص خوندی، سرودی وطن و در صحنه هم خودت آزاد هستی. من اگر تو دور سیوم با استادت باز بسیارتر مشق کن، کمبودی هست، خودت فهمیدی. برای همین من حاضر برای شما روخت میتیم با دور سیوم و بسیارتر کار کنید. خوب سمندر جان سلامت باشی. خودی همین میمیکه هایی که در صحنه امروز اجرا کردی آزاد بود. خودی طلبات همین صنعت هم سرایندگی هم همین رو طلب میکند. راستیگه فکر من همین در انتخابی سرود اینجا کمتر شاید صحب بود یا که سراسیمه شده. چون اینجا مثال هم من همین بعضی کلمه های زده های در جاش نگرفتید. استادتون کی؟ لاله عزیزова. لاله عزیزова بهترین سراینده است. خب شاید تمرین ها کم بوده، تمرین کم بود. چی بود که اینجا بسیار من همین وقتی از بالا پایان فرامدن صدا با فلش ها بود. اینجا فلش باز یک چند مراتب فلش بود. آوازتون خوب است، میمیکه صحنوی اعلا بود. خودی قدم باست من همین صحنه زیبیتی هم با هم اعلا بود. من اگه در سرود راستیگه مقدر من مفتون نشدم، یعنی که من مفتون کردن نتونستید. من فکر میکنم که اگر این خیل مثلا تیاری بینه در دوره سیم به حد دشوار میشه شما با. برای همین به خاطر میمیکه صحنوی و صدای خوب داشتنت سرودت انتخابی اونقدر نقص نبود. به همین خاطر من از شما التماس خواهش میکنم که جدی تیاری بینید. ها فقط به خاطر میمیکه صحنوی صدای خوبتان. البته استاد. سلامت باشید. خب طوری که من استادا ابراز داشتن چهره زیبای صحنوی دارید. خدا برای شما قدر چهره و قد و قامت زیبا داده است که شما در آینده صنعتکار باشید. و سرود هم در حقیقت کمبودی های جزئی دارد. طوری که شنیدیم تلفظ بعضی حرف ها منمو نادرست، یعنی که تلفظ نافهما میشه از شنونده. با کمتر همین حرف ها با اهمیت دادن در کار بچه جان. بر شما برای کار میخواهیم. رحمتی کلام.
салом алейкум, ман Авдиев Мусо аз шаҳри Норак ҳастам, хонандаи синфи 11 мактаби мусиқӣ ба номи Миратулло Атоев. салом, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин. Саломат бошед. хуб мегуфтед ки кадом ҷиҳати ин асбоб ба шумо писанд омад ки шумо маҳз рӯ ба ин асбоб овардед? Ман аз хурдӣ ба ҳамин асбоби скрипка, ки падарам ҳам менавозанд, шавқ доштам. Барои ҳамин ба мактаби мусиқии Миратулло Атоев падарам маро овард. Дар он ҷо таҳсили худро идома дода истодам. хуб, шуморо накай дар саҳна интизор ҳастанд. Марҳамат. Ташаккур, саломат бошед. салом алейкум. навозише ки имрӯз ман пешкаши шумо мекунам, гулчини оҳангҳо аз Султон Амиров.
ассалому алайкум. Ман Отахонов Абубакр дар мактаби миёнаи умумӣ рақами 54 мехонам ва дар маркази кӯдакон ва наврасон шаҳри Душанбе машқ мекунам ва имрӯз ман мехоҳам ки ғолибиятро ба даст орам. салом, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин. Мегуфтед ки шумо тӯли чанд муддат аст ки дар асбоби доира менавозед? Ман тӯли 5 сол аст ки дар доира ва тавлак менавозам. хуб, шуморо аллакай дар саҳна интизор ҳастанд. Ташаккур. ассалому алайкум устодони меҳрубон. Ман Отахонов Абубакр дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе доира тавлак машқ мекунам. устоди ман Рӯя Бувнаим мебошад.
نوازشو خیلی خوب اینجا اگر گویم که فرقت به سن سال نگاه نکرده حاضر به فکر من ابوبکر این بسیارتر با یک چهره گرم خود البته به دلهای همه وارد شد. سر اول صحنه بسیارتر همچین رو می‌طلبد، علل خصوص در دوره حاضره معظم. این ببینید که من یگان چی گفتن می‌دارم برای در این سال از این به فکر من بیشتر زیادتر نوازش این البته ممکن که نشود. من خیلی هم با یک دل گرم توجه یک نگاه کردم، گوش کردم. موسی جان من گوش کن، نوازشی که تو اون گلچینی یگان در نوازش من فقط در یک جا که در نوازندگان مشهور دنیا میشد من با اون بخاطر زبان روسی اکسنت نمیدهم، لیکن یک چی هست اگر سال زبان روسی استفاده بریم скрипка это царица موزیکی، یک از نازکترین اسباب و مشکل نواز و مقدسترین اسباب در تمام یک مقیاس دنیا هست عزیزم. بنابراین چی گفتنی هستم در نوازشت من حاجم را گوش کردیم، دیگران به فکرم با من راضی میشن. نوازش حقیقتا از چند سالگی می نوازی میبخشی؟ از صنف 8. از صنف 8 یعنی که از سن 15-16 البته برای این اسباب البته سال دیرتر آغاز کردی، بیشتر از سن 8 9 دیرش 10. لیکن به هر حال در اگر که نوازش خود همین امروز نوازش تو برابری اون در صحنه رفتارت میشد، من یک دوخ میگفتم که نه، من برای نوازش من گپ ندارم. یک التماس عزیزم، اون معلم است نمیدونم با تو کار میکنن میمیکا لیتسا، یعنی این چیزا تماما این چیز در تو نبود. این اگر ما حاضر همین راست نکنیم، اگر همه خیلی نواختن گیریم، یک مثال عادی اگر بیارم اون من از صنعت آوازخوانی مشهورترین گویم که شرق در تمام دنیا احمد ظاهر، اگر هم ترانه خود خواندن، اگر با همین خیل نمود و با همین خیل گویم که میمیکای روی بوریش همین اگر میخواند، او تماما نبود این صنعتکار در دایره اون من صنعتی والای نه فقط افغان و تاجیک و ایران در تمام دنیا رو گوش میکنن. من مضمون گپ نفهمیدی. برابر این نوازش حتما ما باید این اظهار اون شنونده، اون کسی گوش میکنه تماشا میکنه خیلی هم نازکانه به این اهمیت میتید. بنابراین برای چی میگن صحنه جای مقدس است؟ برای اون فقط در آنجا وارد آنها شوند که موافقت کند، هم نوازشو هم رفتار و هم کردار و هم یعنی چشم و مجاز و گرم و تبسم همین با یک جای وارد میشد. بنابراین به هر دو شما من نگفتن نمیتوانم، من فکر عقیده خود رو گفتم به هر دو اینا ها، لیکن به همین چیز اهمیت میتی. گویم که این نوازنده ابوبکر یگانه یک چی میخوام که بیشتر به همه اسباب ها یک خیل اگر اهمیت هم اهمیت داد که دایره نوازش خوب، لیکن در طبق ماهرانه تر. برابر همین اگر که ما جدا کردیم در همین صحنه گویم که اومن در راه موسیقی همین اسباب های ضربی را به همین ها یک خیل اهمیت میتیم و آینده میبینید که چون صنعتکارای والای اسباب های ضربی سلام داشتن. موسی و ابوبکر شما بسیار با تیاری خوب اومدید، هرچند که در سن و سال از یکدیگر فرقیت کلان دارید. موسی با من بسیار آهنگای خوش رو گلچین کردن نواختید. من فکر کردم که این صبر است، لیکن برای چی فکر کردم که صبر است؟ برای که تماما همین رویتان تماما یگان احساسات نداد. یگان موسیقی بسیار موسیقی خوشروی، هم خوشروی نواختید، نوازش بهترین بود. در آینده در دور سوم من میخوام که شما یک آهنگ جهانی نوازید. آهنگای جهانی هم ممکن همین خیلی گلچین کرده تیار کنید، خوب، برای که نوازشتون بهترین است. لیکن این مینوس کلانی شما است که تماما همین روح خالی است. همین قدر همین
نوازش بهترین من هم خیلی این طرف و اون طرف گفتی وای که در نوازش شما من حرکت کردم مفتوشم لیکن روی شما همون چیزا دادن نتوانید خودتون صحنه بید نگاه کنید با ثبت ها نگاه کنید که چه نوازنده جهانی چه می نوازن همون اسکریپت جهانی نه در خودمون هم هست هم خیلی نوازنده هایی که حرکت میکنن همین حرکت التماس در دور سیوم تیار کنید خودتون در نزد آینه ایستاده وای کنید خوب تمرین کنید ابوبکر جان بهترین من از یکم ضربی که شما اگر کمپوزیسیون که تیار کردید من نگاه کنید چهره از یکم ضربی که شما در دف علاقه در دستون بود من گفتم حاضر از ضرب بدخشان سر شود همه خیلی هم شد و در حقیقت اسباب شما این اسباب تبلک است نه برای که نوازشتون علاقه یک زدنیش همین یک زدنی همین پنجهاتون معلوم شد که شما تبلک نواز بهترین شدن میتوانید لیکن در دور سیوم ابوبکر جان هر اگر یگان کمپوزیسیون با که تیار کنید البته باید همه همین اگر وین باشد نمیاد 3 دایره میشود یا تبلکای استفاده میبرید یا باز یگانچی من فکر میکنم که شما باید باز از این بهتر برآمد کنید باز بسیارتر مشق کنید خوب بچه جان بهترین آفرین میمیکر کمپوزیسیون که من رفتید و اومدید بسیار زیبا سلامت باشید هر دوی شما به من آواز میدیم در دور نهایی باز بسیارتر نقصتر مشق کنید سلامت باشید رحمت موسا اودیف ما اینجا گوش کردیم من اعضای حکمان راستی گپ آن نوازش های شما مخصوصا همین لپیش های انگشتاتان لپیش میدونی لپیش ویبراسیون پالسف بهتر و خوبتر برای مانده شدگی بود من هم همین نواختنت بسیار مفتون کردم همین خودی همون سیمایی که شما نواختید با نوازشتان مطابقت نمیکرد این شما فهمیدید علاقه بینید که چنانه که من استاد حسن حیدر ابراز داشتن این یکی از همین اسکریپت شاهی اسباب ها است بینید که در خارجه وقتی که فرزندشان همین به صنف یک میرد در برابر اون حتما برده باید در اسکریپت مکتب موسیقی میمونند نه به خاطر اون که فقط بزرگ شود و یکم مثلا موسیقی شود نه انتخابی کسب آزاد است به خاطر اون که در گفتارهای یونان قدیم آمده است که صنعت خلق انسان را نرم میکند به که با ابراز امروزه ما همین صنعتکار کشیدی خلقت نیک میشود هیچ وقت از تو مثال یکم نیتی بدی یکم چی نمیبراید چی گفتنی هستم امروز که من جوانای ما توجه به همین اسکریپت کرد یک خرسندی آور است برای ما برای اهل هنر خرسندی آور است که توجه به اسکریپت زیاد شده ایستاده است این یک بهترین است و پیشروی است یعنی که بهترین بزرگترین دستاوردها در ساحه فرهنگ است خب موسی جان ما یک خواهش داشتم خب بدونی مثلا همین نوازش های عنعنوی یا نوازش های اکادمی اجرا کردم میتوانی خواهش میکردم اگر یک مثلا یک دو کوبله وای مناختی کوتاه کرده یکم از اثرهای جهانی باشد تشکر
با دوره یگمشی نوازی مرحمت. تشکر. من در گفته های بالا خطا نکردم، یعنی سهو نشد در خطم. احسان به تو دودر عزیز موسی جان. باز هم میتوانی بیشتر به همین آهنگ های جهانی، سطح جهانی توجه کنی، چون که این به فایده خودی شما است. و من میخوام که در دور سیم شما رو بینم. ها خب ابوبکر، استاد شما در جوری اسباب بدخشی، یعنی اسباب ضربی بدخشی، ضرب بدخشی اجرا کرد، کمتر سراسیمه شده دایره، یعنی که قاقتر کرده است که کوههای سربفلک بدخشانی تاجیکستان همه صاحب آب هستند، تر هستند، یعنی که اینم باید کمتر صدایش، یعنی که مرغوله‌داری تر باشد. استاد شما در همین چه کمترک سعی کردن. به هر حال من یکم ایراد ندارم بچه جان، به تو موافقت برای شما هم ها. من میخوام که در دور ایستایم شما رو بینم. من نوازش علاوه‌ای برای من در کار نیست که من پورا اینجا خانه شدم که تولک رو بهتر از دایره می نواختی تولک، و در آینده کوشش که دایره هم سری دستی رو هم با همین من همین بک و بوم و ریزهایش خوبتر و یعنی که با فهموتر و کنه. این دایره هم یکی از اسباب های نادیر است. این اسباب هایی که است که مثلا یعنی که صدای بزم را دارد، صدای خود همین آرایش بزم را دارد که امروز در تمام مثلا چهاربینای فرهنگی و بزم خودی همین محفل ها توی تماشا سرو از دایره آغاز می شود. برای همین با تو موافقت میخوام. من هم در قطار شما هر دو نفر را دیدم، شنیدم و افتخارم کرده ایستادیم که در بین جوانای امروزه ما چنین هنرمندان جوان الکی روی صحنه پیدا شده ایستادن و نسبت موسی در اسکریپکا بسیار خوب اجرا کردن. در حقیقت با غیر از اسکریپکا شما با کدام اسباب های منامی توری می نوازید؟ فورتپیانو می نوازم. خب اسکریپکا طوری که استاد حسن حیدر گفتن این بسیار یک اسباب خیلی نادر، اسبابی است که تمام دنیا را الکی فرا گرفته است. صدایش در تمام چهاربینی‌های بین المللی و جمهوریوی و غیر از این باز در تمام کشورهای دنیا همچون یک اسباب مقدس و شمار می رود طوری که اسمت الله گفتن. و ما هم در قطار منامی اسکریپکا غیجک داریم، اسباب ملی ما غیجک است. شما در غیجک همین خیل نواخته می توانید؟ این خیلی میتونم. برای چی شما توجه کردید فقط به همین اسکریپکا بعد غیجک تاجیکی نه؟ با من بیشتر اسکریپکا مخول بود. پدر من اسکریپکا مینوازد برای همین. خب شما من توصیه میدادم که شما در آینده باز در قطار اسکریپکا با اسباب غیجک تاجیکی خودی مورم، یعنی که با آموزید، چون که در چهاربینی ها، در برنامه های کنسرتی، در محفل ها اگر با شما غیجک هم نواختید با یک آب و رنگی دیگر میگرفت مثلا همون برنامه، یا اینکه با شما همین خیلی موسیقی های تاجیکیه با خودی اسباب غیجک نوازید. خیلی دیگر ارادهای جزئی که من استادان گفتن میمیکا ندارید. در حقیقت شما چهرهتان گویا که در کدام یک خاطرات شما کیم چی آمده است، فکرتان در کیم کجای و دستاتون بازی کرده رفت است، بازی کرده هم خیلی رفت. راستی گفته تماشابین میبینش گویا که شما نه دیگر کس گویا نواخته ایستاده است. همین خیلی احساس میشود. برای همین شما یک خنده کنید، یک نگاه کنید، یک همون آهنگی که شما اجرا میکنید
ҳамона ҳис кине ки худи шумо навохта истодеду тамошобин фикр мекунад ки фонограмма. хуб нисбати абубакр хай абубакра ман аллакай аз хурдсолиаш боз бачача буд вақте ки дар барномаи рӯзи модарон буда абубакр дар қатори аввал якта таблакча ки хурда дастад буда доирачаву таблакча буд ки тамоми толор ба по хестанд ва бисёр як пешвоз гирифтани абубакра ва фикр мекунам ояндаи хеле хуб дорад абубакр чунки артистизм дар ин дида мешавад аллакай ин кас ҳамчун як артист баромад мекунад ҳамчун як ҳунарманди касбӣ. ман як хоҳиш мекардам ки абубакр ягон зарби тоҷикии зарби 7-8 навозед. 7-8 ҳам медонед а? марҳамат. ташаккур. 6-8 бигузоред. о анамин офарин офарин офарин. шумо бояд фарқ кунед ки 7-8 чист 6-8 чист. фаҳмидед аллакай? ана ҳамина дар оянда. баъд ман пешниҳод мекардам ба устодони шумо ки ҳамин дафе ки шумо дар оғоз кардед барномада ин даф барои шумо вазнинӣ мекунад. шумо худатон ҷисман хурдтарак ҳастен ба ҳамон хотир дар оянда дар навбати сеюм вақте ки шумо пешниҳод мекунед барномаба якта дафи сабуктар пешниҳод кунед ва дафа ин қадар қоқ накунанд натасфонанд чунки ин даф бояд тар бошад. ман ба ҳардуи шумо овоз медиҳам дар оянда яъне ки шумо бо як тайёрии хуб пешниҳод кунед асарҳои худатон. як пешниҳод мумкин бо мусо мана устод мана гуфтан ба шумо ки шумо бояд ғиҷакам навозед. дар даври сеюм як композитсия як гулчине куне ки оҳангҳои тоҷикиро шумо бо ғиҷак навозед ва оҳангҳои аврупоиро бо скрипка. ана як чизи мо шумо ба идея додем шумо ина истифода баред агар тавонед. ин барои шумо гуфтем. абубакр додарҷон вақте ки ба саҳна мебаромадӣ ягон тарсу ҳарос дар дилат буд? камтар ҳаяҷон буд. нек бо чеҳраи хандон худро ба даст гирифтам. ба ту мушкил набуд навохтани доира боз таблак? не мушкил набуд барои он ки ман машқи зиёд карда будам. дар даври сеюм боз ҳам тайёриҳои ҷиддӣ мебинем. эродҳое ки ба мо гирифтан ислоҳ мекунем. бале албатта. дар даври сеюм ба шумо барор мехоҳам акаҷон. раҳмат ба ту. ассалому алайкум. хоҷаева дилноза ҳастам аз шаҳри куллоб, донишҷӯи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри куллоб курси дуюм таҳсил мекунам. ман имрӯз ҳунари худро ба доварон пешниҳод карда таваҷҷӯҳи онҳоро ба худ ҷалб намоям ва сазовори баҳои хуби онҳо бошам. салом, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин. ташаккури зиёд. шумо ба шоу барномаи озмунии Парвин бо тайёрии ҷиддӣ омадаед?
البته با تیاری جدی آمدم. چه خیلی که میدونید رقیب شما در صحنه نیست و شما تنها برآمد میکنید، برای همین شانسی برد شما زیادتر است، برای همین خوب برآمده مایید. من کوشش خود را میکنم که در دور فینالی راه خط یابم. خب تشکر زیاد، خوش آمدید. شما را الکی در صحنه انتظار هستم. ассалому алайкум устодони азиз, ман имрӯз як рақси зебои миллии хатлониро пешкаши шумо мегардонам. زندگی ناشکری مکن، از دستی پراکندگی ناشکری
ناشکری مکن هرچند که یوغ بندگی وزنین است هرچند که یوغ بندگی وزنین است از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن تو شکر بکن که جانی بر جا داری روحی صحت و زبانی گویا داری در اصل به تو عصاکش لازم نیست دو پای روان دو چشم بینا داری ای دل تو از این زندگی ناشکری مکن از دستی پراکندگی ناشکری مکن هرچند که یوغ بندگی وزنین است هرچند که یوغ بندگی وزنین است از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن تو شکر بکن که یاری غم خارت هست ذریات ستاره گرم و هوشیارت هست محتاج نمی باشی به یار و اغیار از مهنت خود آبروی نامت هست ای دل تو از این زندگی ناشکری مکن از دستی پراکندگی ناشکری مکن هرچند که یوغ بندگی وزنین است هرچند که یوغ بندگی وزنین است از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن
اجرای شما دو رقص زیبای شما رو دیدیم. معلوم است که رقص رو به صحنه گذاشتن. فقط مهلت کم بود که شما اجرا کنید، از خود کنید، تمرینتون کمتر بود. من فکر میکنم که بسیار در حرکت هایی که در رقص خطلانی کرده اید با رقص قاشق کرده اید، در اونجا حرکت ها موافقی همون در دستتون که قاشق بودن استفاده بری اون رو به شما نشان دادن، شما توانستید و اجرا کردن. فقط همینش که در آخر همون در بخش یکم همون رقصتون قسم اولش به شما قاشق پرت افتید و بعد رقص کردید، بعد در آخر همون و یا به صاحب ماندن در اونجا. برای همین دختر جانی من، هر وقتی که شما با یگان اسباب رقص میکنید، شما باید اون رو دانید که کی گیرید، در کجا مونید و در آخر و استفاده بردی و معنا باید داشته باشد که وی رو بعد در آخر باز باید در دستتون گیرید و آخری رقص باید با همون اسبابی که در دستتون بود و باید همه خیلی با تمام کنید. فهمون دختر جان؟ در رقص افغانی هم بسیار حرکت های زیبا داشتید و استفاده بری روی مال، بسیارتر روی مال رو استفاده برید. نه تنها با دو دست می شود که با یک دست هم استفاده برید و پایگذاری هم کمتر نادرست بود و یا رقصشان ملایم است، رقص افغانی، و باید ضرب پایشون هم شما کمتر درست بود و باز نادرست. فهمو؟ با استادتون، من با استادی که شما کار کردید باز بسیارتر کار کنید. در دور سیوم چرخیدناتون نادرست بود، چرخیدنای درست یاد گیرید. فهمو؟ این شخصی که به شما یاد میتید باید همو چرخیدن هم درست یاد تید. شما میتوانید، من فکر میکنم که اگر در درست شما این رقص ها رو تیار کردید، شما میتوانید که هم چرخیدن هم یاد گیرید، چرخی میان هم کنید در رقص خطلانی. بعد من این حرکت و لرزیدن پنجه هایم باید استفاده برید در رقص خطلانی. خوب، رقص خطلانی کتفزنی های زیبا دارد. کتفانتون رو بسیارتر کار فرمایید. من در کتفانتون در رقص قاشق ندیدم. میفهمید شما من دختر جان؟ من با اون شرطی که شما با دور سیوم رو خط میدیم که شما در دور سیوم جدی کار میکنید. فهمو؟ رقص پروفسیونالی تیار میکنید که وای رقص بدخشانی باشد، خطلانی باشد، افغانی باشد، وای باید با همه استانداردهایی که من در چی میگم، با همه قاعده قانونی که رقص رقص دارد با همش جوابگو باشد. در کلوب هستند استادانی که مثال از الفبای رقص تاجیک وایان چی میگن برخوردار هستند و از آنها آموزید. خوب، آواز من با شما سلامت باشید. البته دلنازه خان، ما گویم که همه گفته ها را معلمه گفتن. ما که در جاده رقص نه آنقدر، به هر حال در جاده صنعت و فرهنگ هستیم، کمی تصورات هم داریم. یگانه یک چیز میگم که اون چیزی که ضروریت دارد اول خصوص در رقص، این قریب 50-50 است، ماهرانه رقصیدن و سر و لباس. و دومین اون چیزی که در شما حاضر هست، این همین سیمای لطیفانه گویم که نازک، این چیز هست. تبسم درست، خیلی هم درست به رقص ها موافقت کرد و باور دارم که در آینده در جاده صنعت آینده شما هست. من میگم ها. دلنازه خان، در دانشگاه تکنولوژی کدام فاکولته میخونه؟ مهندسی تکنولوژی. مهندسی تکنولوژی اینواتسیونی یعنی که جهانی شوی، مطابقت با جهانی شوی. خب که رقص کنی این یک وسط شغل ایندیویدوال نی، میگم با زبان معمولی برای شما. خب بد که نیست، لیکن جدیتر این کسب که پیشه کردید برای ذوق شخصی خودتون و یا جدیتر باید مشغولیت شود. به استاد به مربی نمیشود این رقص. من فکر میکنم که رقص هم خودی همه خصوصیت ها، همه خودی فهمایش ها، من هر یک حرکت
معنای خود رو دارد. بعد غیر از این، چون که من پیش در آغاز از شما پرسیدم که کدام فاکولته من همین و یا تکنولوژی اینواسیونی و کدید اینواسیون، اما خودی رقص هم باید یک جهانی شوی داشته باشد، یا مطابقتی جهانی شوی. خب خیلی هم خد و بستی موزون حرکت های خوب داری. من فکر میکنم که در دور سیوم اگر جدی به این کار مشغول شوی، با استادت جدی اگر تمرین رو اگر بجا بیاری، به های سزاوار گشتنت ممکن است. من به دور سیوم خوب، منم در خطور استادا، منم پیشنهادایی که استادا کردن راضی هستم. طوری که معلمه گفتن در شهر کلوب آموزشگاهی موسیقی است، آموزشگاه موسیقی است که به نام کرامت الله قربانوف. در اونجا استادان رقص به فکر من کار میکنن. هنرپیشه شایسته تاجیکستان محمدی عبدالرسول در اونجا همچون آموزگار هستن، همچون استاد هستن. شما میتوانید که به نزد اون کسا روین، چون که شما از روی معلوماتی که ما داریم، شما در دانشگاه تکنولوژی تحصیل میکنید. مقصدی در آینده شما مقصد رقاصه شدن هست یا اینکه این هوسکاری است؟ این هوسکاری هست، لیکن این هوس از خردی در دل من بود. خب البته هوس هیچ کس مقابل هوس شما، هوسکار بودن شما نیست، لیکن اگر شما در آینده خواهید که یک رقاصه تجربه داری کسبی شوید، خوب می بود که شما رفته در آینده در همون آموزشگاه موسیقی میخوندید، در بخشی رقص، در شعبه رقص میخوندید، نازکی های رقص بیشتر میآموختید، چون که خداوند برای شما هم چهره زیبا، قد و قامت زیبا داده است. شما میتوانید که در دل خود یک انسامبل های رقصی کسبی جمهوریوی آماده همچون رقاصه ماهر کار و فعالیت داشته باشید. و من هم در قطار استادا به شما بهای حمیدیه و طرفدار شما هستم. سلامت باشید. تشکر. من خیلی خرسندم که به دور سیوم پروین راه خط یافتم. من مینداری خود را با استادم شاهنظرف حسین میرسانم که مرا به این جاده راهنمایی نموده، این رقص ها را به من آموزاند و من به دور سیوم گذشتم، موفق شدم و من سلام خود را به آن شخص میرسانم. من کوشش می نمایم که در دور سیوم از این هم رقص زیباتر پیشکشی داوران گردانم. من سپاس خود را به تشکیل کنندگان این آزمون و تلویزیون بهارستان میرسانم که این گونه آزمون را بهر ما نورسان پیشنهاد نمودند تا که ما هنرهای خود را نشان دهیم. سازی وطن روشن با مثل پروین دنیا با هم شود رنگین، موین آینده سازی وطن روشن با مثل پروین. فرا
ба мисли парвин. ватан ҷаҳону ҷони мо, ватан дилу забони мо, тарона хони кишваре, ватан тарона хони мо, ватан ҷаҳону ҷони мо, ватан дилу забони мо, тарона хони кишваре, ватан тарона хони мо. Парвин, парвин, дунё бо ҳам шавад рангин, моем оянда сози ватан, ватан равшан ба мисли парвин. Парвин, парвин, дунё бо ҳам шавад рангин, моем оянда сози ватан, ватан равшан ба мисли парвин. این بود شماره آخرین دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. پس از چند شما را دور نهایی شو برنامه آزمونی پروین انتظار است. این بود شو برنامه آزمونی پروین که به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود. با تلویزیون بهارستان بودن را فراموش نسازید. تا بازدید.